افزایش میدان کشت سبزیجات و پالایش‌ها در گرمخانه‌ها و پرورش زیر پلانکگی آنها برای فراوانی بازار کشور و غنی‌گردانی بودجه خودروهای خرد و میانه جمهوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این است که دهقانان خودروهای خرد و میانه ناحیه شهرنو سال تا سال میدان کشت سبزیجات و پالایش‌ها و دیگر نماد زراعت‌های بروقتی را موافق طلبات بازار داخلی و بیرونی زیاد نموده فایده خوب به دست می‌آورند. خودروهای دهقانی حدود جماعتی به نام اکرم حسن فی ناحیه شهرنو هست از غنداری فراوان حاصل در میدان 760 گکتار زمین‌های آبی علاقه شودگار گذرانیده، 87 گکتار کشت پیاز بروقتی گذراندند، 3 گکتار سیر پیاز بروقتی و 2 گکتار کشت پیاز تخمی گذراندند. در زمین‌های للمی باشد علاقه 540 گکتار شودگار گذرانده، از آن 460 گکتار کشت گندم گذرانده شد. عین حال در تمام میدان‌های خودروهای دهقانی حدود ناحیه شهرنو پرورش سبزیجات و پالایش‌ها در زیر پلانکه‌ها براه مانده شده است. پرورش نوع‌های گوناگونی قلفینه، پمیدور بادرینگ و سیرپیاز و گلکلم را عین حال می‌توان در زیر پلانکه‌ها و میدان‌های کشاد خودروهای دهقانی مشاهده نمود. نتیجه‌های حاصلناکی سال 2020 اگر گفته گذاریم خودروهای دهقانی حدود جماعت اکرم حسنов ثمرناک زمین را استفاده برده حاصل دلخواه را به دست آوردند. از هر گکتار سبزیجات 350 سنتر حاصلناکی غون داشته گرفته شد. پخته از هر گکتار 21 سنتر غون داشته شد. دهقانان کوشش میکنند که من سال 2021 که علاقه بر وقت شودگار کرده شده است، کوشش میکنند که امسال هم امنیت ارزخور نقض نگاه کرده و به بازارهای شهر دوشنبه، به بازار عمان، به بازارهای جمهوری تمام نمود سبزیجات ها را پیشکش کنند. مشغولیت اساسی مردم دهات ناحیه شهرنو کشاورزی بوده. با نظرداشت امکانات‌ها ساکنان کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را افزون نموده در تامین امنیت عضوخواری کشور سهم ارزنده گذارند. با این مقصد هر وجب زمین حاصلخیز از جانب دهقانان زحمت‌پیشه این منطقه ثمرناک استفاده برده می‌شود.